زن مخواه از بی نمازان، زن مخواه از بی نمازان، نیز وی را زن مده تا نگردی دوزخی از شومی آن بی نماز. حضرت میگوید وقتی داماد خانه شما قدم زد، ای مردم ابله، ای پولداری و نپرسید، ای کسانی که شما عقل تا نخوردین. رسول اکرم چی میگوید؟ برای ما و شما چی یک مدرسی بهترین داریم، چی معلم خوب داریم که از همه وضعیت ما و شما را بیرون میکند. افسوس معلم نشناختیم، معلم درس نمیگیریم. اون حضرت میگوید تنکح المرأة لاربعین، شما زنها را برای 4 چیز ای امتی من نکاح میکنین. 4 چیز جوانا 4 چیز اهمیت میدهند، زنها را نکاح میکنند. لمالها و لحسبها و لجمالها و لدینها. رسول الله گفتن یکم جوانهای بی عقلی هستند که مالدار را سر میکنند. تو جا یک مالدار است، برای آنی که از مال او استفاده کنون، برای مالدار بدنش رفته او را نکاح کده میگیرند. رسول اکرم در دوام گفتند ولی حسبها، بعض جوانهای هستند که نگاه میکنند پدر عروس چی کاره باشد، اگر میبیند در زینه های بلند باشد رفته دختری او را نکاح میکنند. رسول الله گفت بعضی از طایفه ها گفت این را گفت چیکار میکنند؟ این را برای خود درس قبول میکنند. سوم طایفه ها لجمالها، بعض جوانهای هست که جمال میکابند، یعنی کجا یک دختری صاحب جمال است. ولی دینها، بعض جوانهای هست که دختری دیندار میکوند. رسول الله گفت که من معلم شما هستم و من سرور شما هستم، فعلیک بذات دین قریبت یداک، دیندار بگیر دستی تو بالا می شود، خانه تو با برکات می شود وقتی اگر تو آدم دیندار بگیری. حضرت میگوید بین شما فقط دیندارها را سراغ کنین، وقتی همون جوانی که خانه شما داماد می شود پرسان کنین نماز میخوانی یا نمیخوانی. از نماز از وقت پرسان کن. النکاح ریق فلینظر احدکم من یضع این یضع کریمته. رسول الله میگوید که نکاح ریق است، نظر کنین که این میوه دل خودتان در دست کی میدهید، در کی داده ایستاده اید. نظر کنین به اولاد همون شخص، به اولاد همون بچه نظر کنین، به همون جوان نظر کنین که این دختر در دست کی داده ایستاده اید. حتی رسول الله گفتند من تزوج کریمته من فاسقین فقط قطع رحیمها. کسی که اگر دخترش در یک آدم فاسق میدهد، کسی که اگر دخترش در یک آدم بینماز میدهد، همچنان است که بین فرزندی و پدری را بریدگی باشد. زن مخواه از بی نمازان، نیز بیواز زن نده تا نگردی دوزخی از شومی آن بی نماز. این است توصیه معلم ما و شما، این است خاص حضرت شاعر که من برای شما این گونه تحلیلش